هون گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف او دم و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تو را اینترنت بوی نابونی شانی مالپر اریا تزه نقطه کم ایرو شمی 23 ایلونیه گداریا دنگو باسن گرین کین به هفته بکن دنا پیر انجمن بلند یا رفرندومی بریار دا که رفرندوم نای باشکستان و 25 ایلونی دا دم خوی دیار کردی دواره انجام دان. جوینا انجمن بلند یا رفرندومی سرکری مکردستان مسعود بارزانی که 21 ایلونی باجرک پیرمامی هات بوساس کردن بداوی هات. پشت جوینی داخلی که نویسکی هات وشاندن و ده هات راگیاندن. د جوینی دا پیشات نهری داویین سیاسی و نو هلوستن جواک نادالتی و عراقی هات نرخاندن. هروا داخلی دا هات گفتن که بریار هات یدان رفرندوم نه پاشکستان و دم خوی دیار کردی دا وره انجام دان. انجمن آسایش نودولاتی لمبر رفرندوم سرخابون حریم کردستانی داخواست گوتوبیج نبر حکمت عراقی و حریم کردستانی دکه. داخلی که دا انجمن آسایش نودولاتی پوزیسی خوش تکچون آرامی جسدم جدابون حریم کردستانی اشکره کرد و پشگیری خواب یک پرچه عراقی نشان دا. گور انجمن آسایش پوسی رفرندوم دی بزگری کن پیش به دوامی شهر دجی دایشی چی بکه که رول کرد دا رول که سرکیه. هر وها انجمن آسایش دترسه رفرندوم به سدم تکبرنا کدن که تکرن جبو بگراندن 3 میلیون کوچبر جبو نوچین وان. سرک حریم کردستان مسعود بارزانی کردنوال مزن یا سورانی یا بو پشگیری رفرندوم سرخابون حریم کردستان داراگیاند اگر حتی نادو سروجن آلترناتیو که نویسکی نگیشته دستیمه دید 25 ایلون دا رفرندوم واره کرن. سیشمی نوند نوچه سورانی کردنوال مزن بو پشگیری رفرندوم سرخابون حریم کردستان هات ساز کرن و سرک حریم کردستان مسعود بارزانی جدی تدا بجدار بو و گوتارک پیشکش کرد. مسعود بارزانی گوتار خدا راگیاند امدی حتی دو سروجن دن بند آلترناتیو رفرندومی بکن که آنها جواک نودولاتی بحثابه دکلی بلی اگر اب آلترناتیو نبه رفرندوم دیواره کرن. بارزانی هروا گف و تایدید دجی کردستانی رد کر و بود پیوست بغدا و جنورن بی بزمانی گفیل گلمه قصا نکن چمکو ام زمانی گفی قبول نکن و ام نابن گف بو سرت کسیجی. سرک حریم کردستان مسعود بارزانی سر گشپرسیا 25 ایلونی راگیاند. رفرندوم نداوی دنیای بریار گلی کردستانی کد درباره سبروج خود دادن. بارزانی هروا دیار کرد که حتی نا آلترناتیو کد خواستن نگیشته دستیوان و تکس کرد. پشتی رفرندومی ام آمدن لگل بغدا و جواک نودولاتی گوتو بیجان بکن. روز چهارشنبه سرک حریم کردستان مسعود بارزانی بارمانج پیشکش کردن گوتاره که کارناوال پشتوانی سرخابون کردستانی دا سردن باجار سلیمانی کرد و بجداری چلاکی رفرندومی بود. بارزانی استادیون ورزشی یا سلیمانی که هزاران کس بر آمده بود درباره رفرندومی دا گوتار که خلق سلیمانی را پیشکش کرد. مسعود بارزانی سلیمانی گوتار خود دیار کرد. رفرندوم نه داویا دنیای بریار گلی کردستانی که درباره سبروج خود دادن. رفرندوم جو آرمانجه که پیروز تنی آرمانجه که او افجی سرخابونه. اوی دست نشان کرد رفرندوم بریار گلی کردستانی نه بریار چند پارتیانه. چارچوب سردن سلیمانی در سرک حریم کردستانی مسعود بارزانی سردن مالو سکرتاری گیشت یکتیان اجتماعی کردستانی کرد و لگل هیرو ابراهیم احمد رفت سیاسی و پروسه رفرندومی گوتو بیش کرد. داخلی که داشت کانال گلی کردستانی را سرک حریم کردستانی را گیاند جبو چرا سرکردن پرسگری کلمه دری گوتو بیجان دانه خستیه. سرک بارزانی گوت جی بدیلی ولاتان جی رفرندومی نگره و سرکاتی سیاسی کرد آمده سر بریبا برنا رفرندوم. به بجداربونا پسیدان ولاتیل نوچه رانی یا سلیمانی آهنگ پشگریش بو گشپرسی سرخابون باشوری کردستانی هات احساس کرد. رانیاییان گوتن سرکتن گشپرسی تیواته تمام کردن ارکی راپرین مزن یا سال 1991 نوچه رانی کوک دری راپرین تناس کردن یکمین آهنگش بو پشگری گشپرسی سرخابون باشوری کردستانی هات احساس کرد. نزدیک بونا دم گشپرسی رانیاییان به دنگی خوشکیناندن و گوتن که رفرندوم بریار هموگله و ولات کی سرخوا و آزاد خوازن. روز چهارشنبه 20 ایلونی سرکمر عراق فؤاد معصوم باجار سلیمانی بسرکی حریم کردستان مسعود بارزانی را هفدیدن پیکانی. گرداخینی مجلس سرکه یا جوین رفرندوم سرخابون حریم کردستانی بوده او فؤاد معصوم و مسعود بارزانی دوی جوین دا سروی یکی رکفتن کردن کد نوادر و جان دا شانت گردن یا کردستانی سردانا بردای بکه. اجبرک سرکمر کردی عراق حتی نا هلوست که زلال سر رفرندوم سرخابون حریم کردستانی نشان نداره. گلک سرکاتین سیاسی یل بردای
و پارلمانترین عرب تندی رخنل فواد معصوم دکرن هر دوی چارچوبای دا زیادتر 100 پارلمانترین عراقی جبوش کار درخستن فواد معصوم پست سرکمری امضا کم کردن که کمپانیش علی فراکسیون دولت یاسا یا سرکاتیا نوری مالکی هاتیه دست بکرن کرکوک سیشم 19 ایلون یکمین چالاکی مزن بجدربون آلین سیاسی و خلق باجیل یاش بو پشگریا گشپرسیا سرخوبون باشوری کردستانی بریواچو اجدان سبی و اجبار که مزن یه نشتجین باجیر قاد میتینگی یا نزیکی کلا کرکوک جویان جبو وی آهنگ جاده و کلون کرکوک بآلین کردستانی هات نخملاندن ده آهنگ دا جگری یکم یه سکرتاری گیشته یه اینکه جگری سرکریم کردستانی کستت رسول پارزگری کرکوک نجمدین کریم نونرین پارتی سیاسی و فرماندار این هزین پیشمرگی آمده بون کرکوکیان دمو میتینگی دا آلین کردستانی بلند کردن و دروش من پشگریا گشپرسی نویساندن پارزگری کرکوکی نجمدین کریم دمو میتینگی دا بوتارک پیشکش کرد و کرکوک وکه کلو براتی دل و قدسا کردستانی بناف کرد و گوت کرکوک کردستان و هردی کردستان جی بمینه نجمدین کریم چار زمانان کردی عربی سیریانی و ترکمانی بانکل گلی کرکوکی کرد و گوت گلی خوشکو براین کرکوکی ام بهبر هرن سر صندوقان دقادا میتینگی دا جگری سرکریم کردستانی کستت رسول آخافتن کرد و گوت که کرکوک باجاری براتی و پیکواژیانی و بانک خط کرکوکی کرد که بجداری گشپرسی ببن و دنگی بلی بدن کستت رسول هر و گوت که افیدی داره که گلی کردستانی گل حکمت و سرکاتی هریم کردستانی یک ریزی خواه بپارزن و دموکراسی الولات خواه سب دست بکن سیشم 19 ایلون جوات پرزگاه کرکوک بریار حکمت و پارلمانتوی عراق یا درباره دورخستن پرزگاه نجمدین کریم به پرانیا دنگان هات رد کردند. سروکی جوات پرزگاه کرکوک ربوار طلبانی جوینه که چپابنی دا گود بریار پارلمانتوی عراق یا درباره دورخستن پرزگاه کرکوک دا نه یاسایی بریار کی سیاسی و مجی به پرانیا دنگان بریار قبول نکرد. روز 14 ایلون پارلمانتوی عراق با بدبون 373 پارلمانتارن مجرد دورخستن پرزگاه کرکوک نجمدین کریم خسته دنگانی سرک وزیر عراق ایدار عبادی جبریار پارلمانتوی پسند کرد. تفکر گورانی و کوملا اسلامی داخلی که دخواست دکن رفراندوم به باشکستان هر وها درباره کرکوکی داجی پیشبینی دو اگرین متسی دار دکن داخلی دهات گوتن بریارتان جمع فیچر نویسی و دامزراندون دولت دوی رفش آلوس پر قیران و پاشروج نه دیاردا نه تنی خدمت و استراتژی نه کلیگاو که متسی دارش بو نه و پاشروج دا داخلی وان هر دو آلیان دا هاتیه گوتن اگر رفراندوم کرکوکی و نافچین کردستانی ین هاتن برین بکرن دبست دما شر و دست داد وان نافچین اگر رفراندوم لوان نافچین نیکرن ام بدست خو نیوی روبر کردستانی باشوری برددن سرک وزیر عراق ایدار عبادی درباره گشپرسی 25 ایلونی یا سرخوبون کردستانی دا گوت اف نخوازن گشپرسی به پاشکستن اف دخوازن گشپرسی تمامی به بطال کرن سرک وزیر عراق ایدار عبادی دناپیر البختای دجوین بروجنوان و چند پسپورین سیاستی را بکوانی و بحثا گشپرسی 25 ایلونی یا سرخوبون کردستانی جی کرد ایدار عبادی گوت اب گشپرسی الهندر و در و هریم کردستانی رد کن عبادی آنی زمان گشپرسی دجی تستور عراقیه و گوت برفرندوم دخوازن ولات لواز بکن و نه به جکالی و سینور بینگویتن و اویک جی دی به سدما خون رجاندنی سرک وزیر عراق ایدار عبادی هر وارگیان اگر شرط نبر کت و عربان دا چه ببه وی هر تو آلی زیانی ببن و حکمت عراق شرط نخوازه و خواه جبو شرط آمده ناکه هفتیا عبوری 18 شیبی هزه که مزن آنی سرسینوری هریم کردستانی و سربازگاه کبراییک نابر هر دو باجروک سیدی و گلالی بجی کرد هر دو باجروک سرب نوچه خانقی نوانه و وکه دورین کردستانی دروی اداره هریم کردستانی کد کمن سینوری ماده سچلی یا دستور عراق تید ناس کردن گوری ازانیاری نفیزن 18 شیبی سرپرد و هزن بدر و سرای خراسانی وانه فرماندوی ففچا یکی یا لیوای سیا یا بجایی یا هزا پیشبرگه عگید کاوه محمود داخلی که داره گیاند 18 شیبی هزه که مزن یه نو سربازگاه کبرا اف هز اتوبوس مزن یه 40 کسی هاتنه و گوستن و دو اتوبوس وان هزان گندی مرجانی هاتنه بجی کرن که همو سرپریزا سرای خراسانی نه وی فرماندوی پیشمرگه دست نشان کرد که لنبر وی تبگیر 18 شیبی و لواندن هزین پیشمرگه کتنه آمده باشی و بور هر اگر که آمده نه
سپیدار وزارت درباره آمریکا هایتر ناور داخلی که دا اجاره کردن دا خواست شرکتی کرد که رفرندوم سرخوابون انجام ندن و جیوی پروسی دست دیالوگ جدیل گل بغدای بکش بوچار سرکردن پرسگریکن نابر هبلیر و بغدای دا اف داخلی وزارت درباره آمریکا دمه که دایه که سرک هریم کردستانی دگوتار خود را گیاند بو حتی نا تا بدیله که رفرندوم باشتر جالی جواب نو دولتی و نگیشتی دستیوان بدف که وزارت درباره آمریکا اف داخلی که نویسکی را گیاند که ولات ویل دجی بریار رفرندوم 25 ایلونی یا هریم کردستانیه وزیر درباره ولات عراق ترکیه و ایرانی پشت جوینه که سیالی نیویورک که یک بجاری سرکه ین جوینه پس رفرندوم سرخوبون کردستان بو داخلی که بهش بلاف کردن گور اوی داخلی بهش هر سیالی رفرندوم رد کن و تکذیل سر پاراستان عراق ترکیه و ایرانی دکن داخلی دهات گفتن هر سی ولات سر به پرینسیپ یک دنگن و جاری کردن تکذیل سر یک پرچه عراقی کردن درباره پروسه رفرندوم سرخوبون کردستان دا که بریار 25 ایلون دبری و بچه مترسی خود در برینه که همون دست کفتی و سرکردن عراق دواره شهر تروری دا دخای مترسی و پسگری که دل نافچه دروز دکه لید داخلی دا تگف کلاریم کردستان نخورنه و تنی داخواست و نگرانی ولات خواهین درباره رفرندوم سرخوبون کردستان دا را گیاندنه 33 پارلمانتارین یکتی اروپا پشتوانی خوش بو رفرندوم سرخوبون کردستان را گیاندن نونری حکومت ایران کردستان بروکسل دلاور اشگی را گیاند بشاتنه که گرینگ دا روز چهارشنبه بروکسل پایتخت سیاسی اروپا 33 پارلمانتارین یکتی اروپا که همو اندامین گروپ داستانی کردستان پارلمانتای اروپا اینه دخینیک بلاف کردن نوتی دا پشتوانی خوش بو دخواست گلی کردستان بو مافی چرانویسی و بریوبرنا رفرندوم را گیاندن اف پارلمانتارین یکتی اروپا مجب یکیجی کردن که گلی کرد تریجای دیرو که سر دست رژیم عراقی راستی زورداری استمی هاتی و مافیوان بریار چرانویس خواب بدن که اف یکجی برگنامه مافین بگین یه نتوین یکرتی دا هاتی چسباندن اف 33 پارلمانتارین یکتی اروپا دا خوش آلین جیبجیکار یکتی اروپا دکن که استراتژی که نول هم بر عراقی داینه کل گرف شنو یا وی ولاتی بگنجه او رزیل خواسته که خلق کردستانی بگره هات زانین دخینی پارلمانتارین اروپی برسیوه که او راستی نشان داده که دنو یکتی اروپا دا دنگ پشتوانی رفرندوم سرخوبون کردستانی را هیه بردف که کرملین دمیتری پسکوف سر رفرندوم سرخوبون کردستانی دا گفت ام پشگری یکتیو خاک دولت دهریمی دکن لیمنها نخواستن سر انجام ناسین رفرندوم بریار خو اشکره بکن دولت روسیه اجاره یکمینه کل سر رفرندوم 25 ایلون یا سرخوبون کردستانی داخلینیک فرمیده ده گور نوچه اجانس روسی سپوتنیک داخلینیک روزنامه‌نی دا بردف که کرملین دمیتری پسکوف پس رفرندوم سرخوبون باشور کردستانی هات پرسین دمیتری پسکوف سر بجار سرخوبونی گفت ام پشگری یکتیو آخر دولت دهریمی دکن هر پسکوف سر ناسین انجام رفرندوم واد دیار کرد که نخواست نوال سروی مجرا ناسین آن ناسین انجام رفرندوم باخبه 18 می شرکت روسنفت یا روسی را گیاند بو که وان حکومت حریم کردستان سر آوکرنا بوریا هنردکرنا گاز سوشتیل هف کرن بعد که شرکت روسنفت یا روسی میخائیل یونتوف جودابی را گیاند پشتی رفرندوم جی اف دی سرکار کردن خالد حریم کردستانی بدوام بن و اف دی جرخانه انرژی کردستانی یا دواری گازی داجی آوا بکن کمیسیون بلند یال بجارتن او را پرسی یا اوفیسا نینوی را گیان کد ناف سینورین وی پارزگی دا 300,000 دنگ دیر هنه و دی 25 ایلون دنگ خواب کار بینن شاخی کمیسیون نوبوریل نافچه شیخان هاتیه بکرن دگش پرسی 25 ایلون یا سرخوبون کردستان در سر صندوق دگدانی 1400 کس وی دنگ خواب بدن برپرسی کمیسیون بلند بجارتن او را پرسی یا اوفیسا پارزگی نینوی دیار کرد هریم دبن کنترل هزین پیشمرگی دانا رفرندوم بی انجام دان هر و اوفیس نافچه شیخان بکرن برپرسی کمیسیون بلند یال بجارتن دازانین کوون پرانیا آمدکارین درباره رفرندوم دا تمام کرنه او 40 نوید دگدان دی بین بکرن شنگل و هریم رجلات دجله آمدکارین درباره گشپرسی بدوانن عربی نشتجی رجوع دجله و مصلی با هنگی که پشگری خو جبوکش پسیا باشوری کردستانی دیار کرن عربی رجوع جمعی دجله آسکی مصلی کمبون و پشگری خو جبوکش پسیا سرخوبون کردستانی دربرین و دو پیام خود گوت که تخوازن حتی الگل کرده بشین پشت گیری شندویشی ین سر مصل و در دورابی هزین پیشمرگی پراسنا ویده ورید کن رجوع دجله نزدیکی 400 گندن عربون هنه که دوان گندو دازیده 5000 مال بهتشین
Секретар Навдолетия партия социал-демократия Сведи Андрина Витнер, коли виволоти партия Деслоте, пешгрия партия хаяш бу гшпроцеса хобуно башури Котестани регион. Секретар Навдолетия партия социал-демократия Сведи регион. Сер диоркна мафи Джаренуси пешгриден хаму нетевоян. Андрина Витнер деснишанкар, коли внохозанж нова انجام رفرندوم 25 ایلونی ناز بکن و اشکره کر سدوا بیجی اوکو جبر اگر در کتنا اولوزین زیتترلریمی سشمی 19 ایلونی پارلمنتوی سوید سمینار کبریو چو و تیدا نونر پارتی سوسیال دموکرات هلوستا پارتی خو راگیان و بود که پشگری دادن گشت پستیا باشوری کردستانی سروکی فرانسا ایمانوئل ماکرون هلوست خود سر رفرندوم باشوری کردستان اشکره کرد و راگیان که فرانسا پیشاد پروسیه که دموکراتیک نابه ریگر ایمانوئل ماکرون پرسیو پرسیاره که تور میدی یا روتاوی دا سر انجام دادن رفرندوم سرخوبون یا باشوری کردستانی و هلوست فرانسا سر مجاری راگیان که فرانسا پیشاد پروسیه که دموکراتیک نابه ریگر ماکرون هلو آمرجه بیکی جگر که فرانسا گلی کردن عراقی پیوندی که دیروکی هیا و پیوندی فرانسا و کردستانی دم دریجن سروکی فرانسا رو دخیا کرن وید که رفرندوم هریم کردستان چرچوبه دستوری دابه او دست نشان کرد اگر جی رفرندوم هرات انجام دان دخوش برزانی دکه کنونرین همو پیکاتیان تدابش دار بند ماکرون دخوازا انجام دان گوتو بیجن نابر هبلیر و بغدایی دا کرد اما در بوینا سروکاتی سیاسی باشوری کردستان سر بریوبرنا کارین گشپرسی سرخوابونی یا 25 ایلونی برپس ایرانی جاری کردن دانه کفشی قدمه که زود کارتین دست خود یش بود جدی سرخوابون کردستانی با ویژن هولی ایران تبدیل خواسته کارتین آبوری بکار بینه لی شرزین آبوری دبیجن اگر ایران دست با ویژه کارتین آبوری دبخوا زاری بکه سکرتاری انجمن بلند آسایش اجتماعی یا ایرانی راگیان اگر حریم کردستانیش عراق جیب به دی پیداچون هموری کفتن الگل حکومت کردستان بکن او بود جبر کو رکفتن میین گل حریم کردستانی چرچوبه ولایت عراقی دایه چند نویسکار لیکولینر روزنامه‌وان اکادمیسیان و رفشنبین باکوری کردستانی راگیان که اف پشگریا رفرندوم 25 ایلونی یا سرخوابون کردستانی دکن 101 نویسکار لیکولینر روزنامه‌وان اکادمیسیان و رفشنبیر داخینیک نویسکی پشگریا خو جبو سرخوابون کردستانی راگیان دن او بانگی سازی و شاندین سرپای نانتوی کرد دکو بین و پیواژی رفرندوم بشو بینن او دونه کفشی که رفرندوم سرخوابون کردستانی وکی موافقی روا و دموکراتیکی گله که دبینن و پشگریا بریاری دکن انجام بمب باران کردن فروکین شهرین ترکیه سنوچین سینوریین پارزگاه دهاکی 7 ولایتی شهید بود برای شهر دریا شیلاده زیراگیاد شب بوری فروکین شهرین ترکیه نوچین سینوریین حریم کردستانی به باکوری کردستانی را بمب باران کردن و در جامعه 7 ولایتی شهید بود هات زانین بمب باران کردن سرگلی نیروی اوریکانی بونه و ولایتین که شهید بونه سکندن سیدان و کیرا دیرینن ولایتین بونه قربانی باربانج آنینا برهمین چاندنی و نیچی را ماسیون چوبون وان دوران که اف دورش بارگین بگی و نیزی کرد لچلشش گندن گریدوی نوچه دیاربکری قدغه در کتنا درو هات راگیاندن پارزگری دیاربکری بروخینی که نویسکی اشکره کرد جبر دست بکردن اپراسیون لشکری چلشش گندن نوچین لچی حزرو پاسور و فرقینی قدغه در کتنا درو هاتی راگیاندن تی دیار کردن دوری چیایی و دارستانی ین هر چارت نوچین لف و تفگرین گریلوین بککی و سرکاتی پل بلند هاتنه تثبیت کردن و بارمانجا بی باندور کردن وان دست اپراسیونی هاتی کردن گور داخلی قدغه پیشه می مجموع 50 سبی دست بکریه و حتی فرمان که دندی بدوام بکه دنگ و بحثین جیانی نتوان یک بوی ریخستنا پرورده زانست و چاندی یا نتوان یک بوی پیشبرگه بنوی ملازم کوچر سال خلوت کرد دجوین نتوان یک بوی در پیشبرگه ملازم کوچر سال وکی یک جن ویرک دجی تندتی هات خلوت کردن وکی یک جوال شش کسیتیل خودی باندور جیانی ده و جن که ویرک بو و نیشتنا تروریستی ملازم کوچر سال جبو جبینا نتوان یک گرتی هات بخوادن و البر بوتارک پیشکش کرد ملازم کوچر سال رگیان که شهر پیشبرگه دجی دایشی جبر پراستنا نرخ مروتی و آزادی بوده و دوی شهری دا هجمار که مزن یا پیشمرگین جانی خود کره قربانی ملازم کوچر هر و گوت دایش کوبکشی لنبر کردنزیدی و خریستیانان انجام دایه و حتی نهاجی نزدیکی 3000 کچن کردنزیدی دستی دایشی دامانه سال تمن دمی دا بلکشانده سروی یکی که افخلاتش بی راحتیه داین اپیشکشی جان 1800 پیشمرگین ده شهر دایشی دا شهید بونه دکه
سروکی آمریکای دونالد ترامپ و سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان نیویورکی جویان یکش بجاره سرکی یا هفته دا ترامپ و اردوغان گشپرسیا سرخوبون باشوی کردستانی بود. پشت جوین سروکی آمریکای سرکمر ترکیه بدخینی که بش هات گوتن که هر دو عالی دژی انجام دادن گشپرسی نل باشوی کردستانی. پیشتر بری که اردوغان بو بجدار بوند جوینا کمله گیشت یا نتوان یک بوی برک نیویورکی و سیدان خود دست ببکه دخینی که روزنامه‌نویسی در رژیون بود. که افدیل سر مسئله رفراندوم حریم کردستانی گل دونالد ترامپ و سرک وزیر عراقی حیدر عبادی بجبه. کردن کانادا بازار وانکوور بو بشکری رفراندوم سرخوبون باشوری کردستانی آهنگ ساز کردن. آهنگ بجداریاب دهان کردن نشتاجین کانادا بری واچو و دهانگ دستان هاتن گوتن گوونت هاتن گرتن اول کردستانی هات بلند کردن و هرواج بو رفراندوم سرخوبون باشوری کردستانی دروشمن بله هاتن بلیف کردن. که تو خودن کردین که بجداری آهنگی ببون الله که مزلن بر آویا هنری یال بازار وانکوور بلند کردن و چند کوتارش علی آمده بویان و هات پیشکش کردن. آهنگ پیشکری رفراندومش علی کردن هر چهار پچه کردستانی و مبست گیاندن دنگ کردن هات احساس کردن و دخواست که کوالتن گرنگین جهان پیشکری رفراندوم باشوری کردستانی بکن. بیست گلانی کردن هری مسارات و ویل روسی فدرال کمجیمینک بونا بشگری کردن رفراندوم سرخوبون باشوری کردستانی دارخستن. سازیداری کمبونش بو بشگری کردن رفراندومی کل سیدان باقی نوبند یا هری مسارات و درباز بو کلوغلی احمد اندامی کنگری کملین کردین نونتویه و سروکی اتونومی کردن سرات و یا کلتوریه. همو بردارین جبین بیگدنگی بشگری دخوازین گلی کرد ین روا و بشگری کردن خواب و کردستان که سرخادی هر کردن. اب کمبون چرچوه کمپانی کنگری کملین کردن یا نونتوی بونا پشگری کردن راپرسیل ولات یکتی سویت بری پیکات. دنوا ماکی دا کمبونین بو پشگری کردن رفراندومی دبن بانی کنگری کملین کردن یا نونتوی بیشککی پایتخت قرغستانی، آلماتای پایتخت بری قزاقستانی، تبلیسی پایتخت کردستانی، ستاوروپولی، کراسنوداری، مسکو، سانت پتربورگ، کورسک روسی فدرال و الباجار و ولات هوالبندی دولت سربخواین ماین در باز بونه. سیدان ولات پاریزن کرد رفشنبیر خوندکار گلک دوستین گلی کرد تبی کمپانی پشگری کردن رفراندوم کردستانی دبن او هیوی دکن دنگی وان بگیدن سرکاتیا باشوری کردستانی و گلی کرد. گذارین هجا ابو وشان دنگ و پسنتی که شش چهار پچه کردستانی و کردن دیاسپورا هر و نوچین نام نتوی جاره کردن هفتیاتی دیسل سروی نابونیشانی بنجام نوچین هفتی که امی راستی هبید آمده کار اوری ببرا برنامه بیلاس ترکیه حتی نیشنیاتی بمن نوخی و خوشیده.